چیه ساله؟ اسیریم آقا، اسیریم آقا. رفیقم یه دونه دوست دختر گرفته، ساعتی 30 بار دختره میگه تو کجایی؟ الان کجایی؟ با کی هستی؟ چرا با اون هستی؟ میگه با سالم. میگه چرا با سال هستی؟ من از سال وایب خوبی نمیگیره. منو چیکار داری؟ من دوست قدیمی میشم آقا. بعد میشه مگه سر هر چیزی غر میکنه. رفیقم اومد امروز ناراحتی، گفتم چیه؟ گفت دیشب دوست دخترم گفته من مهمونی ام، بیدار بمون تا من بیام خونه با هم دیگه حرف بزنیم. گفتم خب چی شد؟ گفت چی؟ من خوابم برد خوابیدم کات کردی. گفتم همین خوابیدی کات کردی. آقا این چه حرفی؟ بعد میگم چه حرفی میزنیم؟ یه حرف خاصی هم نداریم، بیشتر از مکالمه‌مون فقط میگیم آره بله. این ولی یه روز من دیدم داره راجع به لایه اوزون حرف میزنه. بعد این رفیقم یه جا میاد میگه که آقا شما سکوت کنید، من گفتم خونه. یه جایی میاد میگه آقا شما شلوغ کنید، من گفتم تو جمعم. گفتم یه تو این همه آمار میدی همه هم غلط. تو فرد دیگه کات میکنه، ما باید آهنگ بزنیم با این گریه بکنیم هر شو تنهایی اینو دلداری بدیم آقا چیزی نیست. تو با هیچ دعانه بی خوب سراغ نری یا عروسی بکنه یا جدایی دیگه آقا، یا جدایی دیگه. ما اسیریم مرده تو بره از ما یوهی میگیره با اینم با اونم. خب الان اینجا چرایی؟ الان گفت بیام باش دارم اونور صحبت میکنن. یعنی تنهایه. گفتم میخوایم صحبت خصوصی داریم، حالا ان شاءالله که صحبت دیگه.